بار دیگر امروز با شما در لایف یعنی که بعضا کامنت ها مجبور کرد که تو که بازم افیر دیگر برایم برای همون جواب با رقاصه های امام علی، یعنی که اونا یک رقاصه هستند. هر موسیقی که رحمانوف میزنه یا اولاد رحمانوف میزنه او تصدیق میکنن، میگن زور بود. هر کاری که کنه میگن که زور بود. امام علی بسیار کاری خوب کرد، عجیب کرد. تو بخیل هستی، تو وطن فروش هستی. گفته گویم که او کارای جنایت رحمانوف اینا تصدیق میکردگی رقاصه ها دا. اولا ببینین اون چیزی که من گفتم امروز بگیم واقعا هم مرا گفتن که تو رشک میکنی. گفتم بله بله رشک میکنم، البته رشک میکنم. اگر که همون رقاصه هایی که جانبداری از کارهای امام علی و نبیره های امام علی میکنه، شما میتونستین خواهرای خودتون ایرپورت برای نون میشکستن در پیش بگیم که مهمانای امام علی. چرا چوتون نمیبرین؟ چه به خواهراتون نمیبرین نان بشکنه در پیشای مهمان امام علی نان شکنی کنه؟ چه به این کارا نمیکنین شما؟ اگر شما این کارا میکردید من کار نداشتم، میگفتم او بین خودشون نمو یک گی کلوبان نمو بردن خواهرشن نان شکستیسته. کاری من چه اکش در پیش ایستادگی؟ چرا شما خواهرتون نمیبرین؟ پس چه خیلی ما بگیم که سپکوین نگاه کرده میستم وقتی یک مردی این وطن و هر مهمانی که فرزندای امام علی و نبیرای امام علی تکلیف میکنه میروند دخترای تاجیک همه برورن در ایرپورت نون میشکنونن، در پیش او خلیپ نون در دستش دسترخوان و سرفیدکه و پلاتینسه میبروه پیشواز میگیره. کی حق داده است؟ دیمین چیز وقتی من میبینم پلیسیای تاجیکستان مثل یک زچومر نیکدگی در وخی استالبو در تای سویتافورو چیخ کدگی میستن دوبینکه در دستشون برداشتگی بگیم راه محکم میکنه و این مردم یک از بالینسه رفته است، یک از نمیدونم یک کار داره، یک از بازار رفته است، یک از کودکش موندگی در خونه و این ملیس ها را میبرورن در اونجا. کی حق داده است؟ کی حق داده است که راه ببنده؟ این حق کی داد؟ کنش نما را علامه میکنه، کنش نما درد میکنه که در وطن ما تاجیکستانی ما قدر نداره، مثل سگ میمونشون مهمانای اینو را یا که کیف و صفای اینو را بگیم که چی به شما نبرومدین نیستودین امام علی پرستو و دیگر پرستو و اسماعیل پرستو چی به نبرومدین؟ یا که او وطن برای شما موندگی است که هر کاری که میخواهین میبروین میکنین. چرا ببرورین زناتون تکده یک گروه تشکیل کنین، گروه پیشواز گیرنده ها زای زناتون ای دختراتون که شما طرفدار این کار هستین، برین دیگر روزی درست پیشواز بگیرین. وقتی یک اوچه تاجیک در کلاب یا در دیگر در درون توالت خواه
وقتی یک مادری توجیک یک کمپیر یک پیر در حالتی که خونش در نان نداره علاوی نداره در کوچه های در تای بازارو ولی من صورت همه مونم تلبیده شیشته است و یک آدم شما میورین در اونجا بنتلی قطی و کرتش قطی میگیرین میگردونینش این کنش نماده علامه میکنه من ناموس دارم علامه میکنه کنش نماره دردم میکنه برای که من ناموس دارم من رنگی تو رقصه نیستم من رنگی تو بناموس نیستم گرچند من قلق هم باشم ناموس دارم تو واری بنام توجی که بناموس نیستم رقصه نیستم رنگی تو باری من اجازت نمیتم در وطنی من خیلی کندگی را من اگر رنگی تو بناموس میبدم میگشتم قرصک زده رقص کرده توغری کرده استای گفته در حالتی که ملت سوید نداره در حالتی که ملت خونه ندارن در بدرن کوارتیره با کوارتیره در توالت خوب است و چای تاجیک در توالت خوب است که در این وطن فرزندی این وطن است تاجیک است ملتش در توالت خوب است شما میورین او را در 600 کوادرات متر گستین صدا میخوونینش کنش نمارا درد میکنه چی با چای تاجیک در او طریق گستین سا خونه میره در توالت خوب میکنه چی با شما همون رقصه هایی که شما هستین شما این همه یک گروه رقصه هستین که برای نان کون میتین تمام این هم خیلی انسانه برای شما را نه ننگ است نه ناموس است نه آبرو است نه ملت است برای شما را شما ناموی از همون قوم امام علی رحمانه از همون قوم هسته شما برای شما را یگان چیزی دیگر در کار نیست بعد میگن که تاجیکستان جوان است اوخی حالی 20 اوخی نبینه 30 سال شید حالی 30 سال دیگر طاقت که بعد این تاجیکستان آباد میشوه بعد صاحب یک چی میشوه صاحب چی میشوه در حالتی که در یک مهمانتون گفتیم گپو برای یک رکلام های کونتون میبرورین 500-600 هزار دلار مصرف میکنین بگیم که اولی را برای تکلیف کردن تون چند پولی دیگر باز دادگی هستین داری از کجا میشوه این چیز یک همبغل پولی سویت دادن اتونه قیچیتون در دستتون میدوین میرین ما سویت همه بریم که تو پولی سویت ندادی از کجا گرفتی پولا چرا پولی نلاگی ملتی ما را پولی مردم برخ نداره میفروشن برای آبادی گفتن هم میدونم دروغ رقص کرده بازی کرده پولی ملت هم میگیرن با کیف صفا عیش اشرتی خیچون برای آبروی وطن کدام آبروی وطن کدام آبرو داری تو کدام وطن آبرو داره تو بیا قطیمه گبزه تو رقصه تو مردک عکس تمام گبزه صورت ختمون نویس گبته بیناموزترین ملتی روی دنیای خفه نشین بیناموزترین که وجود تونکو نمیجنبه اوچای تاجیک در مسکو کوچه رفته استای زمین توزه کرده استای برف توزه کرده استای خونه را رفته استای پول کار کرده 4 تنگه روی کرده استای فرزند یوده لباس هم میفروشین فرزند یوده هم ایچی را میفروشین نلاگ میگیرین ای پولی همو زنک میگیرین در عیش اشرتی نبیروتون میزنین این یا عیش اشرت میکنه 4 رقصای دیگه میخیزه تصدیق میکنه کاری را میگه که چکور کرده است یا ازبکی تو بخیلی میکنی من تاجیکستانی هم تو مرده که بیا رو پروی من نمیگه با گبزه بعد میفهمی قطکی گبزه دیستی تو بیا در روی ما بگویم گبته در پیشم باشی گپا بگوی نشانت میتون بعد بعد در ازبک همه گیری در جود
نم خیلی یک گروه بیناموسو هستند، نم خیلی یک گروه بیننگو هستند که گروه رقاصایی که هر کاری که امام علی میکنه اینا میبرویان اپراودات میکنن که امام علی یا که نبیره امام علی رحمان پراویل نکرد. مهمونا ما زدگی نیستم تاری مهمونا در حالتی مادری تاجیک بیچاره در غریبی کار کرده تیم با تیم جمع میکنه. شما ایو نالوگ گرفته استودین. فرزندی تاجیک در روسیه در خنکیو کار کرده استود است. عذاب کشیده ملیسو گرفته زدن کشتن کوفتن یک از صاحب نمیشه و پولای او دا صاحبی میکنه، پریود پول میگیره، نالوگ میگیره ای خانوشون. چیکو کدی سایت میگیری میبری و پول ملت مال ملت هم میبری داعش اشرت نبیره رحمانوف میزنی. با شما میخیزیم برای که تامونده را میخرینه. شما کسا شوکاش هستید، کسا میشوین، کسا را با اون با زبانتون میشوین. شما توزه میشه و تای توق لسو بلیاد میخیزم و بینوموز و کامنت میکنم خب میشینم در داخل چست و سالداتو ای نمی یک دیگری تونه زده کشته گوشت یک دیگری تونه میخرید. به صاحب ترین ملت روی دنیا او گاب میزنین زونا کشته و کامنت میکنین ای تو ازبکی تو ازبکی. ما قلقم، ما تاجیکستانی و سرزمین ایمه ما توری گایریخ رقصه را اجازه نمیدم در اونجا رقص فحش فروشگی کنیم. باور کنین هموطنوی عزیز اگه منظرت کمه بگیم سختری بد شاید گفته باشه، گپای قوی گفته باشه، نه که بیخیل نمیشه، بیخیلی نمیشه که یا تاش برینه و دیگریش اپراودات کنه بگرویا بگه که تو اشتباه میکنی یا که تو مرحمت من یکو زیدیتی ندارم. ببرورین اوچوتونا ببرورین خواهراتونا در بر اسماعیل روز کنین مهمونو اسماعیل پیشواز بگیره. چی جایی با جایش هست؟ ببرو بگو خواهری مای یکی ما دختر تاجیکستانی ناموسی ما است. ما اجازت نمیتم که این چیزا شوه و ما خب نمیکنم. وقتی ایتری کنتیگی را دیدم ما خب نمیکنم. میگم که افسوس که فرصت نیست، اما جای در کاری در دست من نیست. نباشه اونا روز بعد میفهمیدی چی کارت میکنه بعدی ازبک. از طور رقصه مرد بچه تیار میکنه، رقصگی را بس میکنه. عموما در دست ما بزنه که حکومت و میبینیم چه خیر رقص میکنه و میبینیم شما چه خیر رقص میکنه. بس 30 سال رقص کردین که بس پول روز بس میشه و دیگر رقص حیات دارین دیگر رقص نمیکنین. نمی رقص در 7 پشتی گذشتگیتون با 7 پشتی پیش می اومدگیتون دکو میرسه. 30 سال رقص کردین، هم قدر رقص کردین که باور که گفتی همون اماکیم که بیتلارینی تو قطورو اوینه دیگه هم قدر بازی کردین که شبشای تنهاتون دیگه ریخت. یک بار در دست می بزنه تو اگر موسیقی تون از اپریت نکردم که باید نگاه کنین چی کار میکنم. من واقعا هم یک انسانی که در بسیار موسیقی را دوست می داشتم. اصلا میخواستم یک آواز خونشم، کینو، تئاتر، سرود، این چیزا برای من بسیار یک عاشقش بودم. یک زمان در تواش موشیدگی از همین چیزا که در تواش موشیدگی است اتفراتی تیل نشیدم. یک چیز بسیار بخری بعد میپرتای که همین چیز در همین وطن هم قدر شید که دیگر
دلشورک شدگی ما اگه انسانی که موسیقی اگه صنعت انسانی صنعت امروز که دل میشوره از این موسیقی دل میشوره برای که نه متن داره نه آهنگ داره اون موسیقی نه معنی و نه منطق داره میگم که صنعت خیرورگی چیز که میکنه خیرورگی چیز که صنعت برای خیرورگی چند سال میخونی انامو قدر سال میخونی که تمامی نوزکی صنعت بفهمی تا چیکار کردن تا بدونی بعد از او تا در صنعت اجازت میگیری چرا نیست که یکم در سه بالارزونه بارگش بریزه پختگیش ریزه خاموش نریزه گلووردم نبودی ماندمش سری دیوار همش ای تمامی جهان توزه میکنن ای تمامی عالم اینترنت توزه میکنن و خودت میای توزهش میکنی حال میروز اگر موسیقی تا زپرد نماندم کو می چیزی میگیم باید گپ زنیم حیوت دونین دیگر موسیقی نمیشنوی بس میشه و موسیقی رقص هم بس میشه اونا وقت باید قدر امام علی دا میرسن که امام علی زور بود میگه رقص بود سرود بود در زمان امام علی یه از تنایف چیکار کردم مرا جزیر بود کرد برای اموم هم خیلی بگیم که از تنافکه کردم نبر اومدم هم رمضان بود گفتم خیلی که دیگر رمضان های مردم بعضی را خمار سیگاریت دیگری را خمار نوس میگیره و گفتم بیایم مردم در خلال نرسونیم تا که مردم همون عبادتاشون بکنن برای چی؟ برای که وقتی تیفیر میبروی خیلی که این انسانی های بعضی جدا وقتی شام میشه و بعضی جدا عصر میشه و بعضی جدا خفتن میشه و بعضی جدا بامداد میشه و در وقتی نمازش باشه بگیم که ما سبب نشم که همون تیز نمازش سراشی ما بخونه که ما گوش کنم چی میگه گفته برای همون در مانیه بگیم که تورات عبادت های شما در ماه رمضان نشیدم گفتم به ما من کنم این فیرومان که شما به حضور بتونین عبادت کنین انا بعد رمضان هم گفتم که خیلی که نبرم گفته بودم نه که کم طرفتی ما پای زندگیشیم یا زندگی را راست کنیم چهار طرف شکی باز دیدیم نشد باز میبینیم نمیشه مجبوریم که ببرویم و مردم گپ زنیم با این رفتار ما کجا میریم این ملت کجا میروه و این وطن کجا میروه نامعلوم فقط تقدیر وطن در دست فرزندای وطن است اگر که فرزنداش رقاصه باشه پس دیگه این وطن طرف رقص سرود میبره نه اگر فرزنداش با ناموس باشه اگر این وطن میتونه که طرف ناموس بره واقعا هم علم آورش این است که در تاجیکستان ما ندیدیم مردی که در یک ساختار کار کنه همه دیگه ضعیف شده است همه نامرد شده است همه نامرد کار میکنه یگان انسان چوست و تاجیک بدنش همون پشم تاجیک بدنش نمیجیم بده بیستی چیکار کرده استی چی گخری است کی از دختری تاجیک همه بروری در تای ایرپورت اینا نون قطیف استرچاد میکنه چی بات راه همه باندی کی ترا اجازت داد که تاجیک راه گشتن نتونه برای چی برای بلاگ رایجه میگردونی
و یک بلاگی را دوست می داشتی دلیر امامعلی را گوی میکردی بهترین بلاگر بود او هم اگر رنگ همی کار میکرد می استودل توی وقتا подписчикош هم قمشید چی به او را بردی محکم کرد دلیر امامعلی را یا که او بزه بلاگر بود یعنی که خدیاتون را بکشین زندان کنین برین و بیگانه را بیارین بلوی دستاتون بگردونین بلسین یا جا کشا بفچین که ای جورم ای بلوگری نومی ای را دنیا میشنوسه و بیایا مرا رکلام کنه زندگی مرا رکلام کنه هم خیلی ای از سلام و بارش میفهمین و حربی ما هم ضعیف بوده است تمام گنرال های ما هم همون ضعیف بوده است یعنی بگیم دیگر گنرال هم نگیم میشه و یعنی گنرال شا بگیم میشه و خانم گنرال شا مردک نبوده است در اونجا که چست باشه تروگد میکردگی مردک نبوده است در اونجا یکون که همه دکو پخریم بوده است وقتی که تاجیک مالی تاجیک هم میدزده تاجیک پولی تاجیک هم میدزده کروپسیا میکنه دیگه از او تاجیک امید تبکن دیگه از او امید تبکن برای چی؟ برای که دیگه رو برای را دیگه فرقیتی نداره برای چی؟ برای که او در کیسه دست زده ایستوده است او در کیسه ملت دست زده ایستوده است لیش با زندگیش خوب باشه در هم خیلی شرایطی بعدی که خداشون میسازن در سری مردم در همین شرایطی بعد زندگی او خوب باشه نیش مرا درد میکنه من همچه فرزندی سرزمین درد میکنه که وقتی میبینیم یک اوچه من تاجیکستانی در داخل توالت خواه میروه و اینو در هتل میارن کیم کیرا میدادن میگه اینا 600 کوادرات هتل ده خوره هیچ مرا درد میکنه برای که ما فرزندی سرزمینم آبروی این وطنم آبروی ما است وقتی به آبرو شدن این وطن من به آبرو میشم قطار این وطن اگرچند که اگر شما رقاصه ها دا که این چیزا اینترس نداشته باشه اما برای من اینترس داره و آدمایی که سراسیمه این که میگن که هم تیز گپ زد اگر رستوراتون خنک شوی گپا برای شما نیست پای کاراتون شید برای که شما هم قطار این همون بناموسه نه همه قدره که طرفداریش نمیکنید همون چیش نمیکنید شما را اجازت نمیتن نزدیک شیدن ده شما هم قدر بناموسی هستین شما غلامی اون همون بناموس هستین واکو بناموس هست شما غلامی بناموس هستین برای همون شما سراسیمه میشین برای شما را باید تیز گپ زنن 30 سال در رقص امامعلی توقت کردی سراسیمه نشدی 5 minut 10 minut 20 minut گوش کردن دیگه بیمانده سراسیمه میشه که تیز گپ زن برای من کدام میاد که تیز میخواین گوش کنین گوش نکنین لطفا خفه نشین کانال برای بناموسا نیست در این کانال مردک باید بشینه ما برای بناموس حیف نمیکنم مرا گوش میکرد اگه باید مردک باشه گوش کنه گپی ما برای رقاصه ها نیست در پیش اولادای رحمانوف میرقصن در 800 سومون اویلیک دوبینکه را گرفته در تای سویتافور چک میکنه میسته این همی جاست این همی از ناموسی ملت برای تر به ناموسو نیست گپی من نه که روزه میشوه این حکومت میشکنه شما را میخواهین یا که نمیخواهین این میشکنه کنکریت نمیشکنه بعد خودتون پازار میشین میمونه دوبینکه برداشته ایستوده نمیدانم
кунӯёра лесида амнияти миллӣ гуфтан омотуна амнияти авлод шида гаштем ки миллата дар ба дар сир када гаштистем. урӯз баъд хитон пушаймон мешед. дар пешониятон крест татировка мезанам ки ҳамин зачумарини бидагита ғулом бидагита дар ҳамин авлоди Раҳмонов ғулом бидагита бояд то мурданта дар пешони ғулом навиштагӣ бояд боша. шуморо дар пешонитон татировка мезанам. ғулом гуфта. барое ки бидона ки шумо ғуломи ки будед. ғуломи намо шоҳотон. агар ин ватан мард медошт, Эмомалӣ ҳеҷ вақт 30 сол намешид дар президентӣ кунад. наметонист. агар ин ватан мард медошт, заношон духтарушон намебуровард дар пеши Эмомалӣ бирақсонава дар пеши меҳмонои Эмомалӣ. вай агар ин ватан мардак медошт, хитона мардак нагем. ин ватан агар мардак медошт, набераи Эмомалӣ оварда автари кайф сафо када духтарои тоҷика бироварда, оли бурда қатъи духтарои тоҷик акс гирифтагӣ ҳастанд ҷадаҳо дар раққосаҳо бурдаву дар дигар ҷоҳо дар дачаву кайф сафову оддих айши ишрату ин маишату бу политсия милисаи тоҷик амнияти тоҷик то рафтани ӯра бари сомон тамоми раҳора маҳкам карда ахранят карда гашта истоданд. ӯ ку дар ҳотел хов оддих дора таи ҳотелда тоҷик то саҳара бедор ӯра ховша касе вайрон накунад. то танна оғзигасяй миллатик нахошеве ё бани қашқалдоғи ай онанг сени инаи аст миллат. фаҳмиде? муҳтарам раққосаҳо, ман гуфта истодам, агар ҳамтари кундигӣ карданин, пас барен учотуна, хоҳаротуна, занотуна барен бикунен. ҳеҷ ка корто надора. ҳеҷ ка корто надора. но при этом бастани раҳ майра иҷозат наметам ки дар ватани ма ҳар гузрих раҳа бибанда. ватани мада соҳибватано гаштанда ҳақ надошта боша, хотире ки набераи Раҳмонов иҷада гулят карда истодааст қатъи меҳмонаш. ман ҳеҷ чиза иҷозат наметам. ман ҳеҷ чиза иҷозат наметам ки дар гостинисаи 600 квадратни метра оддих кунанд ва хов раванд, очаи тоҷик дар дуруни туалет хов раванд. тоҷикӣ номус дорӣ, нанг дорӣ. Тоҷикистон ба пеш гуфта спортсменто гуфти ҳамун гапо вағи ҷағ мекунед. худотона намедонам мишзани каратеист мегиред. ҳамаи номусотон, ҳамаи Тоҷикистон ба пешаш. овардем ба пеша. ина ба пешаш. тоҷик ғуломи як авлод шида гаштааст. ӯ авлод хов меравад, тоҷик сагвори бедор места дар гирди ҷои хови ӯ. бо меҳмоное ки ӯ таклиф мекунад, меҳмон оддих мекунад дар уҷа, тоҷик гирди гостиниса гуфти ҳамун гапо меҳмон ахранiyat мекунад. маринаями рӯзотуна. худо қасам. маринаями рӯзотуна арзон меғалта. духтарора мебуронанд дар аэропорт нон қатъи встречатиш мекунанд меҳмона. овнон, шоколад, ангур, дача дар ҷое ки тоҷик рафта наметона, ё мегиранд гуфти ҳамун гапо меҳмон бозӣ мекунанд, мегарданд дар уҷа. гӯ ҳамун лесакҳо ягон ту дамо гостинисада хов кардагӣ ҳастени қаме лесе дар дарни вагону стройка ховен. ягон ту хов карден ҳамун гостинисаи 600 квадратни метрада. 600 квадратни метр. 600. мефаҳмӣ ҳамира?
10 تا سهخانگی ای کو 60 kvadratni metr 10 تا سهخانگی را جمع کنی بر بر کنی درون با درون کنی بعد چنین هم یک گاستینیتسه همو نومر لوکسی هم میشود 10 تا سهخانگی را قطی کریدور پریدورش همش توالت و وانوش قطی 10 تا سهخانگی را با 600 kvadratni metr میشود در درون واگن خوبی یگان بار در اومدگی هستی همونجا ده تدا اجازت نیست تدا پایان باید سگ باری اخرانیت کنی خب آخران یعنی این مسئله در انجام میتیم آخران مراجعت ما با همون محترم پگاندارو محترم امنیت محترم عموما شما مردک هستین مردک هستین یعنی رقاصه پگاندارو ناموس دارین وطن هم میدونین که جا آمدگی است شما در زندگیتون دیگر زندگی را دیدگی هستین همین زندگی اروپا مثل بازی تترسه میدونین یکم بار بازی کردین که یکم تلفنو دا بازی است کو یکم رو بین دیم رو بین سیم رو بین چهارم رو بین پنجم رو بین ششم رو بین همین او رو بین قینشیدن میگیره و تام را گذشتن میگیری همین زندگی اروپا مثل همون بازیای همون تلفن است من فکر میکنم بهودای همون بازی رو نمیبرورن تو که کلایت هویشیدن بگیرده همون شگو را گذشتن بگیریده تو که کلات هویشه و پریدومت کنی چیزی همین زندگی در اروپا من همین زندگی کردم اینن همو بوده است همین نو یکم رو بینه میگذاری کو همین اوف میگوی کو او رو بینی دو سر میشوه بو میاد تاو میکنی سر تاو میکنی میزنی راست میکنی نو دیم رو بینه همین راست میکنی قومت تکو تو سیم رو بین با سر تا میاد همین خیلی سازدوات چیدگی است اروپا واه میگوی اصول بلا زور بدون میگوی بو خود بخدا اصول قین شده نه پروست ایترا برای развиваться کردن هم خیلی پروگرام آماده کردگی هستن که مردم اتاپ نه در پیش یک مشکلی را میمونه که تو باید رو بگذاری مشکلی گشنگی نیست مشکلی تشنگی نیست مشکلی بخونگی نیست نه پروست اونم یک چیزی هست که طرف پسیخولوژی مشکلی میارن تو باید نام را حل کنی مسئله تا راه تا بیایی در نامجا یگان давление یگان چیز نیست پروست هم خیلی که برای همو ایو قلوی بالا رفته رسیدگی هست برای که گذشتگی توجی که مو چیکار کردستن همو کوادرات شکاتور فرداش دا کار ندارن همو شکاتور را یاد گرفتی زدن بگی شپاکلوفکا را یاد گرفتی داش زدن بگی کار نباشه کوچه برو зато نونم حلال کو گفته گشتن بگی نه یعنی باید مثل همو صنف یک میخوانی بود میکنی بعد صنف دو بعد کتابا قینشیدن میگیرن کو مثلا بعد уже بگیم математика خوش میشه و دیگر چیزو حل کردن بعد уже صنف 4 5 کشیدی بعد اگزمین میویا уже باید اگزمین دا تیاری ببینی با صنف 7 8 شدی با اگزمین با قینتر میشه یعنی اول دو تا سه تا اگزمین میسپوری بعد 4 تا 5 تا میشه بعد 6 7 تا بعد 10 تا 12 تا اگزمین میشه کو هر یک فند اگزمینو میشه یعنی زندگی اروپا برای همه زندگی کردن هم خیلی است как будто درس خوندی вот экзамен داری اینمی کارا نکنی که уже پیش پایی میخریده هم خیلی میشوه شب و روز باید نمو کلات آو کنی اونمو شگه بگذاری یعنی که اروپا بگیم که هم خیلی سخته شدگی است برای همو مردم ایجا بگیم که شهرنوکی زندگی خیلی فهمیشش بگیم که خیلی پیشرفت کردگی است برای همو اتاپ نمیگذارن بگیم که پیش میروند یه فکرانیشون هم دیگر خیلی است
واقعا هم فکر میرونن عموما دیگه چیز است. اما فقط فکر شکاتور دا خواه میریم، فکر راستوار خطی میخیزیم، چند کوادراتر زیادتر بزنم، پول زیاد بگیرم، تاجیکستان روی کنم تا که مال نالوگ از زیاد بگیره یا که پریود از زیاد بگیره، بعد سامان و دیگراش رقص بازی کنه. عجیبی است که مالی ممالی میبرد، اوزوده را میبرد، تخمینه را میبرد، رخشونه را میبرد، اسماعیل اون دخترای خواهر خچه میبرد، استریچت میکرده. چی پرابلما داره؟ یکی مرا دردم میکرده یکی просто برای کیفیت خچون ملت اکو مثل غلام چومو کرده در پیش دیگران نشان میده. ببین ما کرولیم، اینه خیلی زندگی میکنیم، میدونی نمیره ملت اونیزت اونیژنی کرده در پیش دیگران نشان میده. گردس گفتنی چیز نیست، نیستی چیز. برای هم باید ما شما فکر کنیم. محترم امنیت، محترم دیگر انسانهایی که بنام پگان دارین و غیره دارین، واقعا هم فکر کنم بس بدهگیست. یعنی یک بار تاجیک بدن تونه درک کنینه یا که تاجیکستانی بدن تونه درک کنینه، باید ما تغییر بتیم این وطن. در عصر 21 چموشیده گشتن، در عصر 21 بسوید گشتن، در عصر 21 شکاتور زده گشتن، این کار فقط ملت تاجیک کرده ایستاده است، دیگر کس نکرده ایستاده است. فقط ایرا تاجیکستانی کرده ایستاده است. یعنی این روز دا آوردگی شما پگاندارو گنرال ته سرباز ته افسر شما هستین که ملت ای نمی روز دا آورده. نمیدونم شما فکر ندارین که فردا فرزند خودتون در اون دولت زندگی میکنه یا نمیکنه؟ یک شما فکر میکنین فرزند شما رهبر رئیس میشه در بالای سری ملت؟ باقی قضاوت در دستتون است. من در این مسئله دیگر نمیکنم گفتم مکیه نغور نکه اون کومنت های رقصو مجبور کرد که محترم رقصو برای شما تکلیف مهمی است که از خواهر و چه و زن دختراتون بسازین. هم خیلی یک گروه پیشوازگیری امام علی رحمان و مهمانای امام علی رحمان هم خیلی یک گروه بسازین و کردن بگیرین مرحمت که شما را یگان گرم زیدیتی نمیکنن، برای که این طبیعت شما است، این خواهش شما است، برای این اختیاران قدم بگیرین نمیکن را. اما بستن راه و نمیدون چمو کردنی خلق ده ما پکه هستم، خاموش نمیستم. باقی خونتون بود باشه هموطنای عزیز، سراتون بلند باشه. خدا کنه که همون مردک بودن خودتون احساس کنین، خیلی احساس کنین که شما مردک هستین، که در داخل وطن خیتایی رهبر تاجیک شدن، تاجیک در داخل وطن در دست خیتایی غلام شدن، حقی که در وطن خیتایی دوره و تاجیک نداشتن. این جای گفتی همون گپا تمام گرانیته را گذشتگی است و یک بار بیدار شین محترم همون پگاندارو و محترم در دست یراقدارو و محترم قدرت داروی که احساسی اگر تاجیکی داشته باشه، احساسی وطنداری داشته باشه، با امیدی 4 تنگه قرضای ممالی از خیتای گرفتگی فروخته نشده باشه، باید ما این وطن تغییر بدیم. اگر شما تغییر ندادین این وطن که تغییر یافت، نمیدونم که شما را چی گفته این ملت صدا میکنه، این جوانای مردم چی خیلی شما قطعی گپ میزنه، چی صدا میکنن در مرکه ها، چی خیلی میشینین شما. چی خیلی شما در روی نمی فرزنداتون نگاه میکنین، با کدام رو اوزی هم پدرو در سوال با کدام رو در فرزندی که مردی کار داری تنام فرزند تا در روش نگاه میکنی؟
با کدام رو؟ من نمیدونم با کدام روتون شما در روی فرزندتون نگاه میکنید. این سوال که برای شماست در کامنت بنویسید. و محترم دیندارو، محترم دینداروی که روز وقتی تنج بود برای حیزی زن گپ میزدی، حیزی از طرف ما زن برآورده در ایرپورت و در دیگر جو در کوچه و ولی برای عیش عشرت شول دخترها آوردگی هستند که اونجا دو کیف صفا کنن ویپ دخترها را. کجا دهین شما گپ نمیزنین؟ یا نمیگین خداوند گفت؟ اینا هم خاموشیدن. برای چی؟ برای که اینا هم ترسیدن. اینا گفتن که ما از خدا میترسیمونه که واقعا هم دروغ گفتن. از خدا نمیترسید است. اما آدمی که کدامی در تاجیکستان میگه که من از خدا میترسم، من هم خیلی درم آشکار دروش میگم تو دروغ میگوی. در تاجیکستان یگان انسانی نیست از خدا بترسم. نیست. خیلی انسان وجود نداره. وجود همش دروغه، همش مشنیکن، همش افیریستن. نمی چرتا نمیدونم ریشه ماندگی در روسیه دکیم که جون بنام خودش بلوک کرده و چون چی گفته و انا ای تشیده انا همش دروغه. یک دیگرش قطعی جنگ کرده تو پول گرفتی تو گفتی نگپ تو نگپ و کاش ما پرزیدنتی وطن یک باشم. خدا قسم. یه بار ببینیم که بلوک کنن، یه بار ببینیم که سرود بخونن، یه بار ما ببینیم که در لایف بشینن، یه بار ما ببینیم شما لایف شیطن شونن. بعد دو روز گفتی هم گپ و مسئولیت تو دیگه خیل میشه. عموما تغییر میوه ای وطن با درجه تغییر میوه که برادر عزیزم خودت چوپلوس هست. استغفرالله جون خودت همون از جمله رقصه های ممالی هستی که خواهرت میگوی گذشته است. خدا رحمت کن. اصلا گذشتگی را ما برای خودت نگفته استیم فکر کنم. ما آدمایی که کارایی کرده این فرزندان امام علی را میگن کاری درست کرده است. تو دست مهمان نوازی داره، تو بخیلی داری. گفته بشورم یک چند کامنت ها بودم در خونتون بود باشم وطنای عزیز. اوزر منم درام درکت خوراوم نیت کنم یاد سرکت خوراوم. باقی سلامت باشین. خیلی با پاک کامنت رو میبینیم. بعد یک چیز دیگه یوتیوب چیزی نو که شده است در یک لایف دو کس در اومده میشود. کوشش میکنیم بعد لایف دول یگان آدم دباویت میکنم. اما جلایشی داشتگی را رنگ هم فیسبوک دا است که هم خیلی آدم رو هم ایدرونی کامنت انتخاب میکنی دعوت میکنی لایف میدروری هم خیلی با فکر می پروگرام هم یوتیوب دوزی ما در اومدم هم خیلی گفت قبول کنم را نبوشه لایف در اومده نمیتونیم و قبول کردم. بعد اونجا دا گریان که گفت ما گریان نکردم نیکی گفتم ولی بعد گریان میکنم. انا شواگر بعد آدم قبول میکنیم یا تا بگیم که ما این سونو قطعی صحبت میکنیم. مرد بچه باشن میدروین صحبت میکنن. خونتون بود باشه. باقی هر فکری که دارین میتونین زیری کامنت بنویسین. فقط موضوع دا نویسین. خواهش شما در موضوع از موضوع بیرون نبراین.
زنده و سلامت سربلند باشین.